یا هلا سلام دوستا، چخیلی که میبینه الان من قرار دارم بین GMC و شورله تاهویا 2021 برای اینکه امروز موضوع ما درباره این دو ماشین، ابزار این ماشین ها و نقدنامه این ماشین ها. این GMC 2021 چخیلی که میبینه ریستایلینگ شده، هم نویلان یکم بیسیک اپشن با دیسکای تیتانوی 18 و خیلی میکنیم میبینیم اونجا ریشالکای اینو چیاش فروگ لامپ، حتی فرونت لایت اینو هم دیگه شده است سالهای آخر. و این ماشین فکر میکنم با لند کروزر LS 200 دیده یا لکسوس LX 570 دیده این ماشین بلندتر است. ماشین بلندتر در پیش عقبش پارترونیکا هست، خیلی که میبینید فقط تنها در عقبش کامera هست. و بیاین میبینیم داخلش. داخل این ماشین چون که این ماشین بیسیک است، یعنی پلاستیک است، بیچ است، مخمل است، بیکوژ هست. تنها فقط سیدنی پیش اینی پسنجر سیت، درایور سیت اتوماتیکی است. و در اینجا گفته نمیدم که دیروهای اینا ببینید چقدر خشبای این خاص، یعنی خشبای رنگی خوب کردشته است. این چیزا داره، مولتی رول و کروز کنترل حتما دارد، این سپیدومتر، مانیتور پیش، نویگیشن، همه این چیزا رو دارد. فقط از آنی که این بیسیک اپشن هست، این فور ویل نداره این ماشینو، گرچه که سیتاش یعنی سیدناش مخمل هستند، عادی هستند. چخیلی که میبینید برای من این معقولش این است که در اینجا پادلاکوتنیکو و بالای خالدینیکو این گردا اینجا کاژ لدر زدگی هستند و چیزی برای ماشینای بزرگ و کلان معقولش در اینجا برای استکان های چای یا کافه قهوه جای مخصوص است. و در اینجا تلفن تون داشته میتونه، در اینجا هم مخصوص برای قهوه و چای و کافه جا هست. و یک چیزی برای کسایی نمیدونستگی، در ماشین های شورلت نیدراژنیک و یعنی تاهوی و GMC این سکورستش است، یعنی ریچک سکورستی. اینو ببینید، عقب این نیترال نه، این دی برای پیش رفتن و این پارکینگ. و این باشد چخیلی که میبینید این چی هست، تریپترونیکاش هست. حتما از اون که بیسیک است، لوک ندارد. و این عقبش سریعت برای اینکه این ماشین هم چی دارد، 8 سیتر، یعنی ماشین های 7 کسه 8 کسه هستن. دوستان این GMC SLE یعنی اپشنی بیسیکش هست و نرخش باشد برای تنها برای اکسپورت، برای خارج بردن امروزها نرخش 51500 دلاری آمریکایی. فکر میکنم از بعضی ماشین های یپونسکی این ماشین ها هم نرخش هم خوب است، قیمتش هوا هم وید، یعنی ماشین های مثل اون در فیلم هایی که میبینید ماشین های ویداش سیریوز نهستند، مثل اون لند کروزر ها ویداش یعنی با اصطلاح سلیش کم عادی هستند. این خیلی که میدونین این در فیلم های امریکایی فقط انسان های سیریوز نی یا اون بین چه ها باشد فقط این ماشین را استفاده میبرن. هم GMC و هم شورله تاهویا 8 سیلندره و ابیومش باشد 5.3 می باشد، یعنی 5.3 8 سیلندر. این باشد شورله تاهویا. خیلی که میبینید بین GMC و شورله تاهویا خیلی مانندی ها، حتی در شکلش، در اپسیاش، در همش مانندی که لند کروزر LS 200 با لکسوس LX 570 مانندی در شکل و در بسیار اپسیون ها دارد. هر دو اینها هم ماشین های امریکایی، هر دوش ویدش هم تقریبا یک خیلی هستند و اپسیون هاش هم و بسیار چیزهاش یک خیلی هستند. چخیلی که میبینید از پیش همون چیزها داره که GMC داره و تایرهاش هم همون سایز هست
و داخلش هم الان برای شما نشان میدم. ببینید از عقب فرهای LED پارترونیکو و عموما سپویلر رو لژه و این چیزها داره. سمارت دور اوپن، وقتی که در پیشش نزدیک شدی در آره کنوپ‌های کلیدار زیر کردن لازم نیست. خیلی که ماشین ها در آخر وقت میبینم سیدینای پسنجر و درایور سیتس ها چی هست. فکر میکنم از برای اونی که این بیسیک از فول اپشن نیست، گرش پاروگی در اینجا ندارن، هم جی ام سی هم نداشت. این هم دیروه هاش مثل همون دیروه های خاص است، یعنی سرخ و یک با چشم هفت یک بیزمین ساوریمنی هست. این هم سیدینی هاش این هم بیسیک است، مخمل است، یعنی ماتریال چتی. این هم مثل همون چلی که گفتم ببینید هر دوش یک از اینجا لیدر سیت، لیدر یعنی پدانکانی کن. در اینجا این هم خلادینی داره. در اینجا 4 تا برای قهوه ها و این هم نویگیشن و مانیتور، DVD مانیتور و این چیزها داره. این هم بیسیک آپشن است، برای همین 4 ویل نداره. اینجا چی هست؟ سمارت انجین ستارت، یعنی از کنوپ‌ها زدید میشد، مولتی رول و این چیزها. ببینید کلیمات کنترل و عموما داخلش اینم اینجا جا داره که چیزا میمونه. در اینجا تلفن میمونه. اینم 8 سیتر داخلش بیلوک. عموما هر دوش با یکدیگری خیلی مانندی داره. خیلی که گفتم مانندی لند کروزر و لکسوس LX 570 با یکدیگری خیلی مانندی دارن. بلندیش، جاگیرشویش و ساخت شکل کوزوش همش بسیار یخلی است. بیاید استارت کنیم ببینیم. ببینید بلوتوث و این بسیار چیزهای سمارت زمانوی در چیاش آمده. مانیتور همه چیز هست، استفاده بوده میشود با تلفن و دیگه نسترایک‌ها های تمامش. و یک چیز گفتم که در ماشین های امریکایی بسیار ایربگ های بسیار میبینن، نه مانند ماشین های کره و ژاپنی که در بعضی ماشین ها در بعضی اپسیون چیا کم است میکشیم. این شیورلت تاهویا باشد، نرخش در این ماه $49500 امریکایی فقط برای اکسپورت، یعنی برای بردن از دبی برای خارج، برای اینکه در داخل دبی قیمت این ماشینا گرانتر است. و هواداران ماشین، این ماشین‌های هم GMC و هم شیورلت تاهویا برای دوستداران ونیدروژنیکا فور ویل درایوز، اونایی که میخوان که هم ماشین وید داشته باشد، یعنی هم خوشرو باشد از بیرون و هم ماشین با قوت باشد که با راههای بیزی و جاهای بیرون از شهر با جاهای کوهستان و تمام جا پرخدیمی باشد. این ماشینا با اصطلاح سم راست سم پدخدیشه، برای که هم از نگاه بیرونی ماشینا قشنگ هستند، هم ابیامایی خوب دارن و هم چی هستن، یعنی ونیدروژنیک وزده پرخدیمی از ماشین‌های این گروپی ونیدروژنیکی که با بیراهی ها میکردن از اونها میباشن.